جنگی چند هفته اینه که صورت گرفت به ما تاجیکا و به جهان چه تاثیر دارد؟ به جهان تاثیر خیلی عمیقی دارد، ولی ما پیش از آنی که به تاثیر جهانی بر بگذاریم که موضوع وسیع‌تر است، به تاثیر تاجیکا خواهیم گذشت که این به تاجیکستان چه تاثیری میرساند. هموطنان و همدیاران عزیز، تاثیرش به تاجیکستان کم نیست، اگرچه ما در نظر نمیگیریم چه تاثیر آن را. برادران زیاد اشاره کردن که باید به این موضوع ما نمیپرداختیم و صحبت نمیکردیم، حتی بعض از مخالفان هم نیز به این موضوع اصلا نپرداختن، بیانیه هم نشر نکردن، حتی هیچ واکنشی هم نکردن، چون آنها میدانند که مستقیما موضوع جنگ اسرائیل یا جنگ امریکا با ایران هیچ تأثیر به تاجیکستان عمیقا ندارد، ولی اگر ما نگاه کنیم بعض حالتها اینها تأثیر دارد. مثلا مثال آشکار بگیرم، همونطور که من در بالا ذکر کردم، تأثیر اولش میتواند تأثیر آن باشد که ما امروز با ایران داد و گریخت زیج داریم و بیشتری چیزهای ما مثلا در سوره در مسئله نظامی ایران به ما کمک های زیاد میرساند. و هم مثال آشکارش مسئله جنگ ما با قرقیزستان است که وقتی که ما با قرقیزستان مشکلات مرزی داشتیم و اونها به ما حمله کردن، وقتی که قرقیزستان از ترکیه درخواست کرد و از اونها پهپادهای بیرقتر خرید و اومد با مسجد و با منطقه های ما حمله کرد و زیاده از چند نفر به هلاکت رساند، اینجا یگانه کشوری که توانست صدا بلند کند ایران بود و در کوتاه‌ترین فرصت از پهپادهای خود در اختیار تاجیکستان قرار داد و گفت که من آماده‌ام در صورت وارد شدن ترکیه به جنگ من وارد میشم و از تاجیکستان دفاع میکنم. یعنی اگر ما نظر بکنیم ایران به تاجیکستان از این دید میتواند کمک برساند و ضعیف شدن امروزه ایران و سیاست امروزه که ضعیفترین سیاست در تاجیکستان موجود است تأثیر عمیق خواهد رساند که در صورت حمله های خارجی ما از خود دفاع کردن نمیتوانیم و روسیه پشت ما را خالی خواهد گذاشت که روسیه درگیری های زیاد دارد و تاجیکستان بدون یگان چی میماند، بدون مدافع میموند و هر کشور اگر چه طالبان حمله کنند و چه اگر قرقیزها با توسط ترکیه و چه ازبکستان توسط ترکیه و چه اگر چین بخواهد امروز حمله بکند ما بدون مدافع خواهیم و تاجیکستان را چکار میکنند زیر نفوذ خود قرار میدهند. این اولین نکته ای است که ما باید در نظر بگیریم. نکته دوم مسئله فرهنگی است. مسئله فرهنگی ایران بسیار به ما تاثیر بزرگ دارد. ما با ایران همزبان هستیم و امروزه تمام یعنی در سطح دولتی یگانه در جایی که با زبان فارسی کار کرد می شود و با علم اونجا کار میکنن این ایران است. امروز فارسی در تاجیکستان و در افغانستان تقریبا در سطح خانگی صحبت کرده می شود و زبان علمی این کشورها در افغانستان زبان انگلیسی است و در تاجیکستان زبان روسی و یگانه کشوری که زبان علمی که اونها کار میکنن یعنی زبان فارسی است ایران است. بر همین اساس و اگر ایران از زبان علمی که با اونجا با فارسی کار میکنن اگر زیر نفوذ کشور دیگری برود و زبان علمیش برداشته شود از زبان دومش مثل زبان ما یعنی که روسی انگلیسی شود، اینجا تاثیر عمیقی خواهد رساند که این میتواند به ما چکار کند، ضرری بزرگی برساند که از دیدگاه فرهنگی به ما تاثیر میگذارد. مسئله سوم مسئله اقتصادی است. ما میتونیم که از ایران ما وابستگی اقتصادی عین حال اگر زیاد هم نداشته باشیم در آینده اقتصادی ما با ایران وابستگی خیلی زیاد دارد. ایران از بیشتری جزئیات اقتصادی یعنی تمام چیزها را در داخل خود میکند و صادر میکند و کمک میکند، چیزی که ما میتوانیم از ایران بیشتری چیزها را دریافت کنیم و این مفادی است که عین حال به ما از ایران میرسد و در صورت حمله و یا که در صورت تغییر حاکمیت و رفتن به غرب این میتواند به تاجیکستان ضربه برساند. مسئله سوم مسئله بالا بردن نرخ سوزشواری است که اگر این تنش‌ها زیادتر کرده شود و ایران اون کلیدهایی که دارد به خاطر
بستن نفت و فروش نفت و رفت آمد آنها اگر اینها را کاملا ببندند، این به بازار جهانی تاثیر میگذارد که تاجیکستان جزء این جهان است و این به سوزشواری در تاجیکستان تاثیر خیلی زیاد دارد و این قیمت‌تر کرده می شود. حالا ما میتونیم مثال های زیاد دیگری بزنیم، ولی یک مثال آخرش رو میزنیم و به این اکتفا میکنیم. مسئله سومی که تاجیکستان یک درسی گرفت و از این عبرت شد، همونطوری که من در بالا بازم ذکر کردم، مسئله ای است که استفاده مخالفین از جانب کشورهایی که در اینجا به ایران حمله کردند و این چیز به تاجیکستان یک تاثیر عمیقی دارد که مردم تاجیکستان باید آشکار و واضح نگاه کنند که حکومت تاجیکستان از کجا اداره کرده می شود و چرا اداره کرده می شود و اگر مخالفانی که میخواهند این را بشکنند از کدام طریق میان و با کدام طریق میآیند و که اینها را کمک بکنند. این مسئله یک مسئله است که بسیار دقت باید داد و اهمیت داد که نباید ما با طریق نفوذ خارجی در تاجیکستان حکومت بکنیم، همین طوری که امروز امامعلی رحمانوف با نفوذ روسیه در تاجیکستان حکومت میکند.